اخش بکنیم یه ذره، میخوام تشتکتون بپره. جنسا رو ببین چقدر جیگره، تفخیخ کدومتون بیشتره؟ قیمت من همه بهتره، منو توی 4 تا قسم خرش. بدو جمعه پر تخفیف نپره. اسنپی نهایت نازکی، نهایت جذب، نهایت انعطاف. مای لیدی، نوار بهداشتی اولترا در نهایت راحتی. سرگرم کیفیت شوید با تلویزیون های دو نسل زد. چه خبره؟ کار ندارین؟ تمام. میتونی از امروز کارتو شروع کنی. چی شده؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ با تو هم چه حرف نمیزنی؟ نزن. من که کرم، تو هم که لال، بیشترم به هم میره. یک ماه پیش تو نیومدی تو محوطه جلوی منو گرفتی افتادی به مخ زدن. بعد من بهت نگفتم که من اصلا الان حال و اوضاعم خوب نیست. بیخیال شو، من اصلا اهلش نیستم. بعد گفتی که منم اصلا دنبال خاله بازی و خوشگذرونی نیستم و دلم میخواد چیزی رو با تو بسازم و من گفتم من اصلا الان آدم ساختن نیستم، همه چی با من خراب میشه. بعد سرکار گفتی اصلا اینقدر بدبینی، چرا بدبین نباش، من به تو ثابت میکنم که این رابطه کار. خب ریدی که با منیر. برو پایین بابا، دوزاری بود ببینم. چی میخندی؟ مشنگ پشنگ چیزی هستی؟ بهت میگم برو پایین. نزنی تو
کار میکنی؟ 2 روز بعدش با این ولی سراغ من که خیر سرت بگیری همین خیلی مردی. چه گویی داری میخوری؟ همه چیز فقط اندازه گواب زبون داری. سگ به تو شرف داره، بی شرف. خیلی پافیوزی. باشه من پافیوز، من نفهم، من گفت چرا ماشین رو خط میندازی؟ چه کاری میکنی؟ اینا نگر میدارم یادم بمونه با هم چی کار کردی. یادم بمونه با چی کار. حمید بیا. نمیتونم دستم بنده. بیا بابا بیا این علامت رو ببین. ای میام حالا. الان بیا. میام حالا دارم جدی باهات صحبت میکنم. وحشی. بیا اینو ببین. خب دیدم الان چی؟ خب آقا این همین علامتیه که سیمین برای من توضیح داده. این یعنی سیمین رو کشتن. ببین این که از بچگی که اینجا بود. اینو من نمیگم، کور که نیستم، من اینو دارم میگم. ببخشید الان فرق این با این چیه؟ آقا این معلومه، این قدیمیه، این تازه است، این درست کشیده شده. بابا حالت خوبه. حمید خان مگه شما نمیگی سیمینو اونجا پیدا کردن؟ خب این مشکوکه دیگه، یعنی کشتنش. باید بریم به پلیس خبر بدیم. پلیس برای چی؟ بگم خواهر منو کشتن، خواهر تو رو بکشن، همینجوری راحت وای میسی نگاه میکنی؟ خواهر نکن برای من، تو 4 ساعت پیش منکر بودی. آقا بالاخره یه نفر اینجا کشته شده، آدم بوده دیگه، نباید بریم به پلیس بگیم؟ چرا حتما میگیم که آقای پلیس یه نفر کشته شده. میگه از کجا فهمیدین زرنگا؟ میگیم از علامت زیر فرش. رو فرش هم نه، زیر فرش. بابا اذیت نکن، بیا بریم، تو رو خدا بیا. نه من تا موقعی که اینو عوض نکنم جایی نمیام، مخصوصا اداره پلیس. شاشیدی تو خوبی؟ من وقت آزاد داشتم، بارونه. خب اینو برعکس بپوش، اینو بیار جلو. آقا قشنگ پشتو نداره، جفتش این مدام خیسه. اینجام که همش زنونه است. خب مشکل من همینه. یه چیزی بردار بپوش دیگه. بیا اینو بپوش. دامن؟ عمرن؟ نپوش، من رفتم به درک. ایراد نه یه دنبالم دیگه. بلم کن. ایراد وایستا. بلم کن بابا، من خواهرمو کشتن، الان چرا باید نگران شلوار شاشی شما باشم؟ خب میگم بارونه. آقا تو چرا خجالت میکشی؟ قربونت برم، شاشیدی پاش وایسا، این شاشه میگم نیست. تو حالا خودتو خراب نکردی؟ با افتخار. با افتخار دیگه چیه؟ پرستاد خجالت نداره. اونی که باید صرف کنده باشه دکتر است که بعد عمل کرده. این بارون نیست بابا ایرج، شما از من خواستی قلاب بگیرم. خب 2 تا دستم درگیر قلاب بود. چتر خیس رو من چیکار میکردم؟ اینجوری گرفتم. حالا من با این چیکار کنم؟ اینو نگه دار. چرا داد میزنی؟ من تو داد بیداد میکنی عوضی؟ ایرج جان مادرش وایسا بابا، یه چیز معقول من پیدا بکنم، بعد بپوشم، هر جهنم دره خاصی باهات میام. چیکار داری میکنی الان؟ باشه یه چیز معقول بهت میدم. تو شلوار منو بپوش. آها اوکی. من اونو میپوشم. اولی خوبه؟ اولی. بفرمایید.
اولی شاش چه کلاس میذاره برای ما. چرا دامن نمیشه؟ بیا تمام شد رفت. این هواخورم داره. پلیس واکنن رو. پلیسه. شما الان داری میگی که کلا حافظه ایشون رفته و هیچ یادش نمیاد. پس چطور مدعیه که خواهرش فوت شده؟ جواب سرد کن. من این حقیقت نکن آقا. نکن. مغزش ریست شده و به خاطر این آسایشگاه بود منو گردن شکسته رفتم اونو در. شما چرا دامن پاته؟ من شلوارم پای ایشونه. این شلوار منه. چرا شلوارتو دادی به ایشون؟ خب ایشون خودشونو خیس کرده بودن. بذار بگم دیگه. ایشون تو اسکاتلند زندگی میکردن اونجا مردا همه دامن. چرا میگی اسکاتلند چیه؟ شلوار خودشو خیس کرده بود. بعد من دامنو پوشیدم آقا شلوار اصلا دادم شما ایشون. دامن شلوار ما چیکار بله. داریم؟ الان مشکلی داره جایی دیده میشه؟ بیازار. بله. شما بیازاری؟ آقا شما آزاری؟ بله بله من شاهدم واقعا. بیازار. بیازار کجایی آقا؟ اوه جناب سروان 2 ساعته دارن صدات میزنن. آقا یه شلوار جور کن ایشون بپوشن سری. قربان شلوار کجا جور کنم؟ چه میدونم آقا از سر قبر من جور کن دیگه. بله قربان. نه وایسا ببخشید اگه عصبی تر نمیشین اشکال نداره که من شلوار خودم بپوشم یه شلوار برای ایشون بیاریم. بیازار چته؟ 36. خیلی خوب حاشیه کافیه. با من باش آقا. شما تو اون خونه چیکار میکردین؟ همسایه ها زنگ زدن گفتن از دیوار داشتیم بالا میرفتیم. آقا دارن حرفامو گوش میکنن. با شما هستم. با من باش. آقا به من توجه کن. میگم تو اون خونه چیکار میکردین؟ آقا شما اصلا به خونه مردم چیکار دارید؟ حقشه دیگه آدم از خونه خودش بره بالا. نه ببین این من سندش اینجا هست. نه این سند اینش مونده اونجا. اینش اینجا. اونجا ملک پدری منه. اونجا خیاط خونه خواهرمه. اینا رو البته اینا میگن من اصلا هیچ یادم نیست. خیلی خوب زنگ بزنین سری خواهرتون بیاد اینجا سری. نمیشه بزن. نمیشه دیگه. یعنی چی؟ فوت کرده. آقا کشتنش. بله مرده. کشتنش دیگه. مرده دیگه. وقتی همه شواهد داره میگه که کشتنش تو چرا حرف میزنی؟ آقا شما که تا همین الان داشتی میگفتی من خواهر ندارم فلان. من تو خودت هم اصلا نمیشناسم. میگه من رفیقتم. عباسی من که اون علامت رو نشون دادم. تو اصلا چرا جا؟ کدوم علامت؟ میگم خدمتتون. کدوم علامت؟ آقا میگم. نه آقا کدوم علامت به من بگو. یه ماه گرفتگی دارم. کجا؟ حالا دیگه. آقا به من بگو من باید بدونم. بیا. کجا؟ آقا جاش خوب نیست بگم واقعا. بگو. بعدشون خبر داره کجاست. من درسته این؟ اینجوری نگاه میکنیم به من گفت. بابا من اصلا هیچ یادم نیست من کی گفتم. همه چیزو میندازه پای من. ببینیم بابا. این اومد اینجا. آقا راجع به قتل خواهرت برای من توضیح بده. سری با من باش به من بگو. آقا من واقعا هیچ چیز یادم نیست. اینا گفتن اونجا خیاط خونه خواهرت. رفتیم اونجا شد من یه چیزی یادم بیاد. متوجه شدم که به مرگ طبیعی نمرده کشتنش. من اومدم اصلا به حرف ایشون گوش ندید. کورساکوف چی داره؟ قوانین و ضوابط اینجا اجازه نمیده. آقا این داره ذهن شما رو منحرف میکنه. میخواد قتل خواهر من هست. برو خودت چیه هر چی داری خودتی. آقا این باز اومد اون که اینجا بود اینجا همینجور داره میچرخه. اون که چوب توی دهنشه. راستی این خانمه بود که تو راه رو دیدیم دامن داشت. خانم معقولی به نظر میرسید. موهاش رنگی قرمز کرده بود. اون به نظرت هنوز هست؟ برم؟ همون خانم معقوله که آره موهاش مایه رنگ دامنش بود. یادم نمیاد. من واقعا هیچ یادم نمیاد. حاشیه کافیه. خیلی خوبه. کسی رو دارین زنگ بزنین بیاد اینجا حرفاتون رو تایید کنه؟ آقا نکن اونو بده پایین دیگه. دارین یا نه؟ بله. خیر. یعنی چی؟ نداریم. مگه شما امروز نرفتین آسایشگاهشون آوردین؟ من نه خیر. تو گفتی. من نه. توی اون آسایشگاه کسی رو بهش دسترسی دارین بیاد اینجا حرفاتون رو تایید کنه یا نه؟ بله. اجازه. بله؟ شما دارین؟ بله دارم. چی دارین؟ دستشویی دارم. میشه برم؟ بیازار.
بسته کمرت الان میگیره. چشم خوبی، چشم عزیزم. منیر جون یه چیزی بگم. از وقتی تصمیم گرفتم تو تمام زندگی من باشی اصلا فکر نمی کردم یه همچین لحظات شیرینی رو با هم بگذرونیم. الان این لحظات خیلی شیرینه برام. خیلی خیلی. از تصمیمم راضیم. تو چی؟ من چی؟ تو هم راضی؟ خوبه. ولی البته مهم دل منیر جون. من حالا در کنارت هستم، توپ به توپ. بیژن جون. جونم. میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ 3 تا بپرس، 4 تا بپرس. احیانا این صدای تلفن منو نمیشنوی؟ چرا؟ میشنوم. نمیخوای هیچ تلاشی کنی برای برداشتنش؟ آخه کار داریم. باشه الان میرم میارمش. تاکسی بگیرم تا موبایل؟ خیلی شیرینی. پدر سوخته سر به سرم میذاره، یعنی مثلا من پیرم. من که هنوزم بالاخره روحت شاد سعدی، زن خوب و فرمان. اون که زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری بر پهلوش. جانم شما؟ بله هستن. چی شد؟ با تو کار دارم. خب معلومه با من کار دارن. موبایل من زنگ خورده. کی هست؟ واحد 504 گوشی. به جون بیژن مرد. خدمت شما. الو. بله. باز چه گندی زدی؟ چی؟ یه شلوارم بیار. نه شلوار خودت نه، از این شلوارای شوهر حوالت. شو قتل اجازت شد. اینجا تلفن خونه است؟ جا؟ اینجا تلفن خونه است؟ شما رو دست کم گرفتی. منو ایرج گنده ترین پرونده های جنایی این مملکت دستور بود. ایرج خاطرت هست اون خانم خرخره شوهرشو جویده بود؟ نه من یادم نیست. به درک آقا چه پرونده های الان باز عروسی دختر من با اجازه این کشور رو باز کردم خود نداره به جای پسندش آدم روزانی الان این پرونده رو بازه باران اسم مرد یا زنه؟ آقا با شما باران اسم مرد یا زنه؟
محرمانه چه گذاشتی رو میز؟ ای با تو هم آقا من مأمور قانونم آقا. من جای باباتم درست صحبت کن. بله بیازار قربان یه خانومی اومده میگه با این دوتا کار دارم. منیره. آها با ماست بله. کجاست؟ والا این خانم با یه وضعیت ناجوری اومدن، نمیتونستم تو راه رو نگرش دارم چون ماجرا میشد تو اتاق بغل تحت الحفظ در خدمت شما. خب پس حتما منیره. من برم پیشش. منیره. میگم وضعشون ناجوره. سلام. منیر؟ زهر مار این که منیر نیست. بگیر بکن تنت. دیگه رفت آخرت باشه این موقعی شب زنگ میزنی خونه منو. خانم این چه وضعیتیه؟ اینجا کاروان سراست؟ ماسک من 8 ساعت بعد رو صورتم بمونه وگرنه اثرش میره. الانم دقیقاً 6 ساعت و 29 دقیقش مونده. در هر حال هم خیلی گرونه هم کم پیدا میشه. توضیح بیشتری هم ندارم براتون بدم. قربان سلام خانم، خریداتون رو آوردم. این چیه؟ برای منه، خریدای منو آورده. خانم برای چی آدرس اینجا رو بهش دادین؟ خب داشتم میومدم اینجا، بعد میآورد کجا؟ یعنی چی خانم؟ من 30 ساعت 4 صبح. این مکان براش مهم نیست، زمان مهم. خوله دیگه. بابا همین دامن رو بپوشی بهتره. اینی استیجای زنونه آبروریزی ها. ایرج خان سوار شین. شما این؟ حالا ما که هرچی پنجره رو باز گذاشتیم پشه ها ما رو خوردن، شما نیومدین. حالا شما میگی بیا؟ وقتتون تمومه، باید برگردین. وقت چی؟ کجا؟ مرخصیتون، باید با من برگردین آسایشگاه. دوستتون در جریانه. میگه 3-4 ساعت شد. بابا من اکرم رو کشتن کجا بیام؟ اکرم کیه؟ سیمین. اکرمه. سیمین بابا. اکرمه چی میگه؟ سیمینو کشتن؟ اکرم بله کشت. کی رو از جون میگه؟ من تا نفهمم اکرم رو کی کشته. به تو چرا؟ خواهر منه. هیچ جا نمیرم. بعدم اگه میخوای با من جایی برید برای چی آسایشگاه بریم یه جا راحت بشینیم؟ حمید من حوصله دردسر ندارم. اینو سوارش کن، کار دارم، باید برم. بچه که نیست، به زور که نمیشه کارش کرد. اینجوریه؟ بله همین جوریه. آقا ایشون مگه وکیل خواهر من نیست؟ نیستی؟ بله وکیل. خب پس شما چی میگی دیگه؟ برو دیگه، پنجره هم برات میبندم. پشه منو بخوره بهترت. به جهنم نیا. این دفعه هم جای کارت گیر کرد، زنگ بزن به وکیل خواهرت بگو. اون ماسک مسخرت هم بردار، مردم زهره ترک میشن. خواهر من برای چی باید به تو وکالت بده؟ حالا دیگه خوشتیپ. اصلا چی دیده در تو؟ یا نه؟ بفهمی سوارشی میرسونه. واقعا دست شما در نکنید. نه بابا برای چی همین میخوام ما رو سوار کنن امروز؟ بفرما آقا، مزاحم نشو. ما سوار این نشیم. من 1000 تا ماشین بخاطر این شلوار میخوام بوق بزنم. میشناسی؟ حالا آشنا میشیم باش. بابا اگه اینجوریه که با منیر میرفتیم بهتر بود. هم چیه این جوجه کلا؟ بفهمین سوارشین بهتون بد نمیگذره. داره میگه بعد نمیگذره دیگه. یکی تو فقط بعد پشت بشینه. چی میگه این بابا؟ تو برو پشت بشین. شما این همه گوشت میخوری نقرس نمیگیری؟ با منی؟ گوشت؟ چنجه؟ اصلا گوشت نمیخورم. و این چوبه چی در میاری از تو دهنه؟ آها این ماجرا داره. این آرش فکر کنم کلاگی سرشه. این برادر دوقلو رو هیچ وقت با هم بازجویی کردین؟ یه دونه تو شمال بازجویی شده، یه دونه تو جنوب. فکر کنم اینا هر دوشون یه نفرن. دهنت سرویس؟ کاش مخت همینجوری کار میکرد. آرش زده سیروس رو کشته، بعد کلاگیس میذاره نقشه اونم بازی میکنه. باید دوتاشون رو با هم بخوایم. درست آقا قراب؟ فوق‌العاده بود. از آشنایی با تو خوشبختم. مأمور این دیگه. من بله. تعقیبمون میکردین؟ من خیر. تصادفاً توی اداره داشتم روی پرونده کار میکردم. شما رو دیدم گفتم برسونمتون بیشتر با هم حرف بزنیم. نه ما که نای حرف زدن نداریم. دهن ما رو سرویس. امیش گوشی تو بده یه عکس از آقا قراب بگیرین. آقا قراب یه اینوری نگاه کن یه لحظه. من دارم رانندگی میکنم وایستادیم چشم. بابا یه لحظه است. این رو نگاه کن. رانندگی بفرم. ای بابا ریدی تو عکس چیه؟ بخشید این ماجرای خواهرتون که یادتون نمیاد چیه؟ من نگفتم.
از کجا میدونی؟ تصادفی از پشت شیشه شنیدم. همچین تصادفی هم نبود. گوشتون رو چسبونده بودی به شیشه، دور اتاق داشتی متر میکردی. نه واقعا نمیخواستم گوش بکنم، ولی خب حالا اگه دوست ندارید نگید. نه این که چرت و پرت داره میگه، چیز مهمی نیست. چرت و پرت چیه؟ داره صحبت کن. بعدم آقا پلیس شاید بتونه کمک کنه. قراب بودین دیگه. بله. ببین آقا قراب، من مثل این که ظاهرا یه خواهری داشتم که تو بازی بچگی یه علامتی برای من میکشیده. هر موقع اکرم اون سیمین بابا خفه چه زهر میزنه حالا هر خری. سیمین نمیدونم اکرم برای من یه علامتی میکشیده که هر موقع اون علامت رو میکشیده یعنی که جونش در خطره، ممکنه کشته بشه. بله بابا اون مال بچگی بود دیگه، حالا ولش کن. نه بذار این حرف بزنن. جالب شد. جالب چی آقا؟ ترسناکش اینه خواهر من دقیقاً جایی فوت شده که این علامت کنارش کشیده شده بوده، اونم 2 تا، یه دونه قدیمی بوده یه دونهش تازه است، یعنی تازه کشیده شده، خیلی بو داره. خب این یعنی این که بله آقا، یعنی این که ماجرا پیچیده است. من هر چی میگم این گاو نمیفهمه. مؤدب باش جلو غریبه. بابا غریبه 2 دقیقه‌ای فهمید من چی میگم. تو مثلا رفیق منی، هر چی میگم حالیت نیست. ببخشید به نظر من پی این ماجرا رو بگیرین، اگه دوست داشتین میتونین با من حرف بزنین، اگه کمکی از دستم برمیاد انجام میدم. والا ما ببخشید فقط این که من الان از کدوم طرف باید برم؟ هیچی، شما بعد چراغ نگه داریم ما خودمون میریم. زشت نیست؟ شلوارتون خیلی تنگه ها. آقا این خواهر ما واقعیتش اوف حمید آقا زشته. سلام خانم، سلام منم. خوشون چند سالتونه؟ زایه ترین آدم روزم. کی زایه؟ به این دیگه تیره. این قلب منم، تو تیری. تیر شماره داری؟ بنویس. بهم زنگ بزن به من پیر من. چه صحبت بنویس. ای جلک چقدر شیرینه. ما رو ببینن چی میگم خدا. این حیفه. من یه عکس بگیرم از شما و اینجوری کن. والا عالی شد. با هم در تماس باشی. داره میره. خانم شیشه رو بده پایین. شیشه رو پایین. این برای شما دامنو بگیر. ای بابا همین شلوار داره، میخوای برات بگیرم گشاده. خدافظ. خیلی دیوونه. میدونی چرا ما رو رسون؟ چرا؟ میخواست آدرس اینجا رو یاد بگیر. همین جون شلوارت آب رفته، نمیان تو آب؟ با مزه است. برن مایو بیارن یه تنی با آب بزن. نه با من خواهرم کشتن کارهای بازی. خواهرم نکن رو با این که طبقه 5 نیست. ای بهار من بیا برم بشین. سلام. رخسار من ای قرار من آهنگه آشناسه. بیا برم یه چیزی بالاخره برای آشنا. از فراق تو این چه خسته هم خون به دل شدم من. ما داریم میریم بالا، شما بیان شکستم با ما بیان. نمیای؟ به خدا اگر نیایی
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. For what is a man? What has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my مامان مرض ترسیدم چته؟ من چمه؟ میخوای خودتو بکشی؟ تو بروشورت نوشته با چند تا نوشابه میمیری؟ تو جای من نیستی. نمیخوام جای تانکر نوشابه باشم. مؤدب باش نازنین، با مادرت اینطوری حرف میزنی؟ ما الان به کی بریم بگیم شما مادر منی؟ کی اصلا باورش میشه با این کارات که مثل بچه 2 ساله است؟ چی کار کنم؟ عصبیم، دست خودم نیست. آها بعد خودتو با نوشابه خفه کنی. نمیفهمی دیگه. بچه جون، مرد آرزوهای من بلند شده اومده تو این ساختمون. من جرأتشو ندارم جلوش وایسم تو چشاش نگاه کنم. توان اینو ندارم بهش بگم ببین قلبم برات چجوری داره میزنه. اصلا اعتماد به نفس ندارم برم بهش بگم ببین چه خبره تو این دل وامونده من. همه رو میریزم تو خودم، این همه فشار، این همه استرس، یه دفعه بوم از چند جا میزنه بیرون. اینا که گفتی همشون نشانه دیابته. ما هم 1000 جور فشار و استرس رومون خودزنی نمی‌کنیم. خانم شما نوچی از بیرون انقدر نوشابه خوردی؟ ببخشید خانم دکتر، تو خودزنی نمی‌کنی؟ خودزنی الان بیرون 1 ساعت آویزون شده به زنگ ولم نمی‌کنه. مامان من که این دندون لقو کندم انداختم دور. الانم پشت همین در خاکش میکنم. شما فکر خودت باش. اورژانس هم 115 است. پس کاری به من نداشته باش، من خودم میدونم و اورژانس. میای پیش من یا میری خونه سیمی؟ میرم خونه سیمی. خب بیا این کلیدو. من خودم کلیدم دیگه. من نمیدونم تو چجوری این هم مدت همه چی از یادت رفته، ولی یادت نرفته اینو گاو در خونه مردم باز کنی. چی میخوای اینجا؟ کجا داری میری؟ به تو چه؟ دوزاری؟ ببین به نظرم جایی نرو. من برم استخری فرشی بکنم بعد بیایم بریم با هم دیگه تو شهر یه تابی بخوریم و حلش میکنیم. خب میشه تو ببن. برو گم شو اون برا. میکنی داری در مورد من اشتباه فکر میکنی. گو که توی با این طرز آدمی اصلا من به تو فکر ببین، کنم. نازن. دست به من نزن ها. برو اون بر چرا مزاحم خانم میشی؟ به تو ربطی داره پیری؟ نه ربطی نداره. پس برو تو لونه. میری یا ببرمه؟ انشالله بهت. مرد یعنی تو. با اجازت تو ایرج چه ابهت. نازنین درد. نازنین ببین بچه چیه تیام؟ آره تو دست منه. آره باشه خداحافظ. بلال نازنین وای ایرج نیومده داری با دل من چی کار میکنی؟ قندم افتاد. کجا؟ خواهر تو رو کشتن، خواهر منو که نکشتن. با این وضعیت کجا؟ پیاده روی سخت دیگه. مایو اضافه داری؟ من چی شد؟ آقا شما که منم میام دیگه. میریم کار داریم، برای تفریح که نمیریم. برو حالا بهت میگه. وای خدایا من چه غلطی کردم اینو در آوردم.
دهنت سرویس. همسایگان گرامی، دیدار بین دو تیم طبقه پنجم و طبقه اول در جریان. 104 تو خط حمله منتظره. 113 سانت می‌کنه. 113 اعتراض میکنه. 501 دوباره برای 504. گل برای طبقه اول. 503. عجب بیشعوریه این واحد 503. بدون دوش توی آب میپره. توپ از دستان 503 بنداز امیر بنداز چی کار داری میکنی؟ مثل اینکه یه مشکلی پیش اومد. به این مایوم داره در میره. مایوی 504 بکش بالا بنداز برو ای کاش ما هم وی آر داشتیم میتونستیم صحنه رو به دقت بررسی کنیم. ببخشید ضربه محکم بدی بود. قبول نیست همه جیش کرد. آره کسافت سرب داره میزنه. بازیکن‌های طبقه اول به وضعیت غیر بهداشتی کار کرده بودم رنگی میشه. شده تو بیر تنت میخوره. تو دروازه وای نستا من میخوام بذارم تو دروازه دیگه. الان تورتون پاره میکنم. این چی میگه؟ تورتون آها 503 توپ رو از دست میده. گل برای طبقه اول. دست ماست. یه دونه هم نتونستیم بزنیم. بچا همین انگار 503 و 504 خواب بدی برای 113 همین چه راسته؟ بده این دیگه مگه نون نخوردی؟ سومین ضربه کایو توی صورت 113 حالا مرگ تو دروازه وای نستا. یه چیزی بهتون میگم گل برای طبقه اول. یه بیری 113 دفاع میکنه. 504 بازی داره به خشونت کشیده میشه. ببخشید نه که تو دروازه بودی همه از فکر میکنیم تو دروازه. برو اونور 113 به شرط 504 اگری مرد چی خون زده چی باید یه خون زده 104 میونداری چیه؟ کم آوردی نه؟ زیرو برای 113 باز میکنه. نذارید تو دست ایرد نذارید آفرین دست برم 504 بیشور از 113 کمک میخواد. همکاری فوق‌العاده 503 و 504 رو شاهدیم. سلام قربان. پسرای پر رو خشتکشو کشیدیم سرش. چیکار میکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکردی؟ دارم در کمدو باز میکنم.
چرا؟ برای اینکه خونه خواهرمه، دوست دارم ببینم تو کمدش چیه. شما فضولی؟ این قفلش سخت باز میشه، از این بلژیکی هست. میتونه پیچ‌گوشتی چکشی چیزی بیاری من اینو باز کنم؟ خونه خواهرت می نیست؟ خب برو یه چکشی میخی چیزی پیدا کن. پیچ‌گوشتی هم اه؟ جوری باز شد. اه؟ کجا بود؟ یا خدا. اینا چیه؟ پرونده. پرونده چی؟ پرونده مهم. تو از کجا میدونی؟ من وکیلش بودم. همش راجع به قتله؟ یه دونه قتلم بله. قتلای زنجیره‌ای. خفش بابا دارم. آدم رفیقش اینجوری حرف بله میزنه. با رفیقش اینجوری حرف میزنه وقتی یه زر میزنه. برای چی براش مهم بوده؟ برای این مهم بوده که مهم بوده که وایسا کرده. دارم فکر میکنم. اصلا چرا باید اینا رو بیاره تو خونه‌اش؟ برای اینکه مهم بوده و میگم خفه شو. آقا به نظرم اصلا چیز مهمی نیست. اینا طبیعیه. اونم عین خودت بود دیگه. عاشق حوادث و نمیدونم هر سوراخی بود انگشت میکرد توش رو بحث میکرد و اینا رو جمع کرده زده اینجا دیگه. چیزی نیست که. شما زیادی راجع به خواهر من نمیدونی؟ الان دارم فکر میکنم چرا. برای چی؟ خب میرفتیم میومدیم خود میکردین غلط میکردین بیشعوری. خفه شو. درست صحبت کن. وایسا بینم کجا؟ وایسا بابا چه زودم بهش بر میخوره. چرا نباید بر بخوره؟ آقا خواهرمه. شما جای من با چی کار میکنی؟ به رفیقم احترام میذارم. به تنها رفیقم اعتماد میکنم. به توصیهاش گوش میدم. اینقدر لیچار برش نمیکنم. چه جدی گرفتی خودتا؟ نه تو دیگه مثل این که آدم نمیشه بری زیر دست همون منیر افریته. وایسا بابا وایسا جون من. حمید من دلشوره دارم. چیکار کنم؟ به من رفتی نداره. دلشوره چی داری؟ من فکر میکنم که این سیمین لای این کاغذ دنبال قاتل میگشته. خیلی هم بهش نزدیک شده بوده. آقا بیا اصلا فکر بکنیم که شما داری درست میگی. سیمین فوت شده تمام شده رفته فرقی نمیکنه. نخه آقا فوت نشده. موی دماغ قاتل بوده. قاتل هم کار دستش داده. شما از کجا میفهمی؟ من دیگه از دیشب مطمئن‌ترم که سیمین کشته شده. از کجا اینقدر مطمئن شدی؟ بیا سیمین احساس خطر کرده که این علامت گذاشته اینجا.